یک طلاق. یک کسی میگه من همسرم با شوخی طلاق دادم. خب طلاق میشه. این طلاق که شوخی کار نداره، مزاح کار نداره. والا طلاق دادم نیتم نبود، شوخی کردم، ترساندم اوره. نه، پیغمبر میگه اگر به شوخی هم طلاق بدی طلاق است. اصلا کوشش کنید در زندگیتان، در حیاتتان اصلا لفظ طلاق را نیارید. خود تکرار علما میگن کلمه بردن لفظ طلاق و پیش روی همسر، بعضی انسان‌های جاهل هستن که اگر ایتو کنی تو رو طلاق میدم و از جدا میشم و به خانه پدرت روان میکنم، خود تکرار کردن این کلمات وسیله تنفر زن به شوهر از یکدیگر میشه، وسیله جدایی اونها از یکدیگر میشه، بدون اینکه تو از اراده داشته باشی. نه، نباید تکرار بکنید این حرفا. یعنی خود این کلمات تنفر ایجاد میکنه در بین شما. گرچه طلاق نمیشه، مثلا یک کسی به خانم میخواد بگه اگر این کار انجام دادی تو طلاق میدم، یا اگر برفیم نکردی یا در آینده ای تو میکنم و چنان میکنم، در حالی که ممکن طلاق نشه، ولی این کلمات تکرار اینها سبب میشه که زن و مرد از هم دلشان برنجه، دیگه اون مهر و محبت اصلی نمانه بین اینها. به خاطر پیامبر میگه سه چیز است که اگر کسی او را از جدی هم انجام بده او راست است، اگر از شوخی هم انجام بده راست است. یکی طلاق است. چقدر جوانان ما امروز داریم میگه با همسرش به شوخی میگه، بعد میگه من شوخی کردم تو رو طلاق دادم. شوخی نیست، طلاق میشه عزیز من.